بعد اونجا اپراسا کردن اما بسیار رانی های همشه ده بعد اپراسا کردن از کل که پشت گوش گرفتن من پشت گوش که استقال مایده کرده خود شکوفه اینجا گرفتن کهنسالترین اشتراکچی جنگ دوم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد. پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دیگه حتی معلم بودیم بعد از اونجا پوش کردن سال 42 پرما ما اینجا بردن من این دشتی همین بخارا و مخالف بخارا دشت وای دادن محض دادن خیلی من خیلی یا ما بعد بگنجه پرمای فران بردن پرمای ما استالینگراد و بیت و برفتیم استالینگراد بردن 18 آرمیه بیو 72 پولکا کماند بی 18 آرمیه گنرال لوشکوف واسیل ایوانویچ بود بعد از اون از این استالینگراد در اکروژنی نمیسا بعد از اون پاولوس و قبیدن و پاولوس و من اون وقتی سیتاجای آیپاد والوش قبیدن گرفتن و گرفتم نمیسا و پلین گرفتن بعد از اون ما جنگیده راستوف دام برفتیم راستوف دام برفتم با من تیر خوردم جنگ رو تو با چخسلواکیای پیشین و آلمان برد چند دفعه یارادار شد ولی هر دفعه از مرگ نجات یافته دوباره به صف ارتش برگشته است. بعد آزاد کردن شهر کیروف ورانش پلازدار ساندامیر من لیووف کیزنبرگ بسیار شهرهای اوکراین ده آزاد کردنش پولک ما اشتراک کرد بعد من تیر خوردم با من با گوستانی شهرش تو میروارن اما اوکراین با خیلی اونجا با هم قریب 4 ماه رفتیم بعدی وای با فران روی کردم با پولک خود ما غلطیدیم هم دوستای 4 پروتان کرد پولک با بعد از اون اوکراین آزاد کردم بعد آزاد کردم پولک ما پولش آزاد کردن اشتراک کرد بعد گرمانیا رفتم گرمانیا برای آزاد کردن اشتراک کرد بعد اشتراک کردن 3 اپریل سال 1945 آرمیای ما برلین به در آمد بعد از برلین ما آرمیای ما وای کرد پولک ما برای آزاد کردن پراگ روی کردن چکسلواکیا تو نومی بایا ولی مایا تو نومی مایا آرمیای ما چکسلواکیا نومی مای آزاد شد بعد پراگ به در آمدیم. او سهمی تاجیکان را در این جنگ بزرگ می‌داند. مرگ تاجیک در پیش چشمانش از خاطرات تلخی است که نمی‌تواند فراموش کند. تاجیکستان من قطعی من ایسکی یک بچه مخم گفتگی بود مخم بسیار بچه خوب بود من همین طرف چپم بود انا همین تای سادتو وقت پپ خود بودیم وقت همه راستوف دنبا دیدم که کماندیرمون فرمان داد که دیگه عکوف کندن و روز شد نتونستیم بعد سنگ بسیاری بود پشتای سنگ نشانه گرفته ایستادیم همین وقت با نمیسا زمید که کرد زدن اسنارات کفید من ای پوش گوشم زد و ای دهنوش همه که همه خمی گفته که تاجیکا ایسکیش و جوش مرد. عبدالرشید کریموف با اوردن شرف و مدال‌های گوناگون قدردانی شده است. پس از ختم جنگ به مکان زیستش دهه شاهنبری شهر حصار برگشته تا بازنشستگی به حیث رئیس خوجگی شاهنبری کار کرد. 9 فرزند دارد. بیشتر از 1000 سومانی نفقه میگیرد. میگوید خود را یک انسان خوش‌طالع می‌حسابد و از زندگی راضی است. در جنگ دوم جهان که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، مثل عبدالرشید کریموف بیشتر از 300,000 ساکنین تاجیکستان به جبهه رفتند و 92,000 نفرشان هلاک شدند.
тибқи иттилои расмӣ дар тоҷикистон феълан 37 нафар иштирокчиёни ин ҷанг боқӣ мондааст.